عزیز و استادان عزیز، من دانشجوی کورس 2 فاکولته مالیوی اقتصادی اختصاصی به حسابگیری، بوغالتری، اودیت و ریویزیا امام ذاکر میباشم و اشعار شعر اگر اجازت باشد شعر از کمال خوجندی اگر من کمتر در هیجان هستم برای که یکم برای خیلی جا را دیدستم خیلی جا را پس مونیده اجازت باشد یک شعرم کمال خوجندی بگم. غریبی کوی سخت است ای برادر، غریبان را نکو دارم میازار. سحر خیستم در خانه گشادم، بدیدم یک جوان خفته بیمار. سرش را بر سر زانو نهادم، لبانش را ببوسیدم پدروار. بگفتم ای جوان آرزو چی داری؟ بگفتا یک دو سیب بهر من آر. سبک جستم دویدم سوی بازار، گرفتم یک دو سیب بهر آن یار. به دل گفتم جوان را زنده یابم، ندا آمد جوان مرده است پندار. جوان مرده است و رو از غیب پدید است. میدونی جوان شد؟ امخد ایرم ام سنشی هفت بوده مجبور این از کمال خوجندی نیست، این مال خلقه. او باشه غریبی کمال خوجندی این با غریبی دل مقیمی کوی جانان است و من اینجا غریب این به همون عراره میکنید شما. او دل مقیم دیگر کرده غزلی کمال خوجندی این مالی خلق است. هر باد که از سوی بخارا و من آید، هر باد که از سوی بخارا به من آید، از بوی گل و مشک و نسیم فتن آید و از من آید. بر هر زن و هر مرد کجا بررسد آن باد، گویی مگر آن باد همه از ختن آید. نه زی ختن باد چنین خوش نمزد پیش، کان باد همه از بری معشوق من آید. یا شنو و نکن ای کرده زی حال من فراموش، چون جان که کند زی تن فراموش. گفتم که بری تو قیصه گویم، کان گونه مکن زی من فراموش. گفتم بری تو زی دورو کردم، از دیده خویشتن فراموش. ذاکر همین روز در شاهدی همه ما شما رکت دانشگاه سر دانشگاه بعد از تحقیق کسانی که جایگاه خوب نمرایند به اشغال میکنند از شهرنامه آزاد کردن شما مبلغ معین این معنال ما با آجاش خیلی هم زنه نه خیلی هم میان از صرف بودن همش میشود همین سال نظام ما را بیه تابده و اجرا کنید شما هم کار میشود
یعنی دیگه قبل توجه نکنید. انشالله. فقط همین سیاه از می‌خواید ایشون میشاختم. من برای این پرسون